تموم شد. خانم چرا منو صورتی کردی؟ قرار بود فقط ریشامو کوتاه کنی. از خداتم باشه رنگ این جینگولی. الان با چه روی برم جلوی مردم؟ مهم دوست دخترته که اون خوشش میاد، بقیه مهم نیستن. من دوست دختر ندارم. خب پیدا کن. بعدی. خب چشاتو باز کن. من چرا این شکلی شدم؟ خودت گفتی میکاپم کن. بابا من میکاپ دومادی منظورم بود. خیلی سرم قرار بود امشب دوماد بشم. اینجوری خودم باید بگردم دنبال شوهر. اینجوری که بهتره، حداقل اون دماغ گندت هم کانتور کردم یکم ریز به نظر بیاد. یه اسپری فیکست هم بزنم، برو به مراسمت برس، وقت منم الکی نگیر. خب نوبت کیه؟ نوبت منه. من همین الان اومدم ولی برات پاستیل و شکلات خریدم. آخ جون تو بیا. یعنی چی؟ من 3 ساعته نشستم اینجا. وقتی دست خالی میای 3 ساعت دیگه هم باید بشینی. ای بابا. خب چه مدلی بزنم؟ ماسکات بزن. نه قیافت خیلی با اون مدل شخمی میشه. بذار برای چتری بزنم بیشتر بهت میاد. من مردمم. فکر نکنم همچین میگه من مردم، انگار خرج دو تا خانواده رو میده. تو پول آرایشگاهت هم بابات میده با اون مشا و گوشوارت. آخ خانم من فقط فیشیال ساده می‌خواستم. ول کن جوشامو. بابا صورتت برو جوشه که بذار در بیارم. اینی که داری در میاری جوش نیست، بغزمه. خفشو زر نزن، هر روز میاد جوشاتو در میارم و حال میده. آی این مو رو من نزدم. پیش کی رفتی عوضی؟ خب شما گفتی وقت مژه دارم، به من وقت ندادی، مجبور شدم برم جدی. بی خود مجبور شدی، اصلا من کلا وقت